خدایت ارحم الراحمین است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اگر این حدیث توجه شما را جلب کند، پس بدانید که توجه مرا نیز جلب کرده است. منظورم حدیث است که احمد، ابو اعلا، بزار و طبرانی روایت کرده اند که پیرمردی کهنسال با تکیه بر عصایش نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا، من مرتکب خیانت‌ها و فسادهای شده ام. آیا بخشیده خواهم شد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا تو گواهی می دهی که هیچ معبود بر حق جز الله نیست و محمد فرستاده خداست؟ گفت: بله ای پیامبر خدا. فرمودند: پس خداوند خیانت‌ها و گناهانت را بخشیده است. پیرمرد در حال بازگشت می گفت: الله اکبر، الله اکبر. از این حدیث چند مطلب می آموزیم. از جمله مهرورزی مهربان ترین مهربانان به بندگانش. اسلام همه گناهان قبل از خود را صاف و پاک می نماید. توبه باعث می شود تا انسان از گناهانی که پیشتر مرتکب شده بود پاک گردد. اگر گناهان مانند کوه‌ها باشند هم در برابر آمرزش خداوند چیزی نیستند. فایده دیگر حدیث این است که باید نسبت به پروردگار گمان نیک داشت و به کرم و لطف فراگیر و رحمت بیکنار او امیدوار بود. برادر و خواهر گناهکارم، اگر تا امروز گناه کردی و گناهان تو خیلی بسیار باشند هم بدان که بخشایش خداوند بسیارتر است و بزرگتر است. پس بازگرد به سوی الله مهربان، بازگرد و توبه بکن و شرطهای توبه را به جای آر. خداوند گناهان تو را می بخشد.